سلام دانش آموزان عزیز، در خدمتتون هستم با تدریس فیزیک 11 مبحثی که امروز میخوایم انتخاب کنیم آخرین مبحث مربوط به فیزیک 11 هست، یعنی جریان متناوب و مبدل ها. این قسمت هم اختصاصی رشته علوم تجربیه. رشته های ریاضی یه مقداری کاملتر میخونن با یه فرمول اضافتر. خب بریم ببینیم که جریان متناوب چیه و مبدل ها چجوری کار میکنن. خب اول از همه جریان متناوب رو تعریف کنیم. جریان متناوب جریانی هست که با زمان تغییر میکنه، هم اندازش تغییر میکنه و هم جهتش تغییر میکنه. مثل این چیزی که اینجا رسم شده، جریان صفر بوده شده ماکسیموم، شده صفر، مینیموم، صفر، ماکسیموم. خب نگاه کنید، هم اندازش تغییر کرده، صفر ماکسیموم، صفر مینیموم، و هم جهتش یه جاهای مثبت بوده یه جاهای منفیه، یعنی جهت عوض شده. این جریان رو ما میگیم جریان متناوب. خب توی نیروگاه‌های برق که بهشون میگیم مولدهای صنعتی، جریان متناوبی که تولید میشه کاملا منظم و مرتب هست، یعنی هر کدوم از اینا همشون مثل همدیگه هستند. اون سیمپیچی که داره دور میزنه دوراش دقیقاً مثل همدیگه هست و تغییر نمیکنه. خب این جریان رو که نمودارش میشه یک نمودار سینوسی بهش میگیم جریان متناوب سینوسی. و از این به بعد هر موقع گفتیم جریان متناوب منظورمون همین جریان متناوب سینوسیه. خب جریان متناوب سینوسی توی مولدهای صنعتی گفتیم تولید میشه به شکلی هست که پیچه ها رو ساکن میگیرن و آهنربا رو میچرخونن. ببینید ما برای اینکه جریان رو تولید کنیم میتونیم تتا رو تغییر بدیم، زاویه رو تغییر بدیم که توی قسمت بعدی بیشتر توضیح میدم. حالا وقتی میخوایم بچرخونیمشون میتونیم سیمپیچ رو بچرخونیم. توی دینام ماشین، دینام موتور، توی موتور برقای کوچیک اینا خب سیمپیچه خیلی کوچیکتر از آهنربا است، سبکه، سیمپیچه رو میچرخونن. اما توی مولدهای صنعتی سیمپیچ دیگه خیلی بزرگ هست، سنگینه، آهنربا سبکتر هست، پس میان آهنربا رو میچرخونن. پیچه ها ساکن هستن و آهنربا که آهنربای الکتریکی هم هست میچرخه. خب حالا ببینیم چجوری تولید جریان متناوب رو خواهیم داشت. چجوری میتونیم جریان متناوب رو تولید کنیم؟ خب اولین نکته این هست، ما جریان متناوب رو که میخوایم تولید کنیم از یک ویژگی که توی همین فصل خوندیم استفاده میکنیم به نام چی؟ القای الکترومغناطیسی. دیدیم که وقتی که شار مغناطیسی عبوری از یک پیچه عبور کنه، خب داخل پیچه ولتاژ تولید میشه، جریان تولید میشه. حالا از این میخوایم استفاده کنیم. شار عبوری باید تغییر کنه. شار با فی نشون میدیم، بی آ کوسینوس تتا، فرمولش این بود. قرار تغییر کنه، یا باید بی تغییر کنه یا آ یا تتا. اما کدومش؟ راحت ترین و رایج ترینش اینه که ما بیایم تتا رو تغییر بدیم، یعنی بچرخونیمش. حالا یا سیمپیچ رو بچرخونیم یا آهنربا رو بچرخونیم. و گفتیم توی دینام‌های کوچیک، مولدهای کوچیک که سیمپیچمون سبک هست، سیمپیچ میچرخه، آهنربا ثابته، قطب N قطب S و سیمپیچ میچرخه. وقتی سیمپیچ به چرخه تتا تغییر میکنه. تتا که تغییر کنه شار تغییر میکنه. شار که تغییر کنه ولتاژ تولید میشه و اسم اون ولتاژ متناوب هست. خب این نحوه تولید جریان متناوب. چند تا تعریف ما برای جریان متناوب خواهیم داشت. تعریف اول، زمان تناوب. زمان تناوب رو با حرف تی بزرگ نشون میدیم. واحدش ثانیه هست. مدت زمانی که طول میکشه تا پیچه یک دور کامل به چرخه. گفتیم دارن میچرخن دیگه، یا پیچه میچرخه یا آهنربا. مدت زمانی که یه دور بزنه رو میگیم زمان تناوب. مثلا زمان تناوب برق شحن 1/50 ثانیه است، یعنی یه دورش 1/50 ثانیه طول میکشه. اما تعریف دوم، تعریف بسامد یا فرکانس هم بهش میگیم، با حرف F نشونش میدیم و اینجوری تعریفش میکنیم: تعداد دور در یک ثانیه. این که توی یک ثانیه چند دور کامل میزنه.
این میشه بسامد یا فرکانس. خب واحداشون هم که واحد استاندارد زمان ثانیه هست، زمان تناوب یا دوره تناوب هم بهش میگیم، واحدش ثانیه است. و واحد استاندارد بسامد یا فرکانس هرتز هست. هرتز رو با HZ نشون میدیم، اسم یه دانشمند بوده. خب نکته بعدی، توی جریان متناوب سینوسی زاویه تتا با زمان تغییر میکنه. خب تتا یه دور که بزنه یعنی به اندازه 2 پی چرخیده. یک دور کامل توی دایره مثلثاتی میدونیم که برابر با 360 درجه هست یا 2 پی رادیان. پس ما میتونیم اینجوری یه تناسب ببندیم. این تناسب مهمه و میخوام ازش استفاده کنم. میگم که اگر یک دور کامل بزنه مدت زمانش 30 ثانیه طول میکشه، طبق تعریفی که برای زمان تناوب داشتیم. اگر یک دور کامل بزنه تتا چقدر تغییر میکنه؟ 2 پی رادیان میچرخه. خب حالا اگر که به اندازه 30 ثانیه تغییر کنه به اندازه تتا رادیان میچرخه. حالا میخوام تتا رو حساب کنم. یه تناسب داریم، میخوام تتا رو حساب کنم. میشه این ضرب در تی ضرب در 2 پی تقسیم بر تی بزرگ. یعنی میتونم اینجوری بنویسمش: 2 پی ضرب در تی، نگاه کنید، 2 پی ضرب در تی تقسیم بر تی بزرگ که زمان تناوب هست. پس من میتونم معادله شاری که داشتیم بی آ کوسینوس تتا، حالا به جای تتا چی قرار بدم؟ به جای تتا این مقدار رو قرار بدم: 2 پی تقسیم بر تی ضرب در تی کوچیک. این میشه معادله شار مغناطیسی که یه معادله کوسینوسی هست. خب حالا بریم سراغ جریان متناوب. جریان متناوب به صورت سینوس هست. نگاه کنید که چقدر فرمول شبیه به شار هست، فقط اونجا کوسینوس 2 پی تیوم تی بود، اینجا سینوس هست و اینجوریه که آی مساوی با آی ام سینوس 2 پی تیوم تی. حالا ببینیم هر کدوم از اینا منظور چی هست. خب نگاه کنید، نمودار سینوسی، آی بر حسب تی، یه نمودار سینوسی. خب چند تا کمیت مهم هست که روی نمودار باید بتونیم بلد باشیم نشونش بدیم. چه چیزایی؟ اول از همه بیشترین مقدار جریان. خب جریان 0 میرسه به ماکسیموم. این ماکسیموم رو اسمشو گذاشتیم آی ام. پس توی فرمول آی ام بیشترین مقدار جریان هست، ماکسیموم جریان هست. خب دومین کمیت، یک دوره کامل که بزنه چقدر زمان تغییر میکنه؟ خب به اندازه تی. پس اینجا میشه تی. اما یه نکته دیگه هم که اینجا باید بلد باشیم اینه: چون سینوسی هست ماکسیمومش که آی ام هست، مینیمومش هم میشه منفی آی ام. پس این اندازش آی امه، اینم اندازش آی امه، بالایی مثبت پایینی منفیه. ولی توی فرمول بچه‌ها ما فقط با اندازه سر و کار داریم، کاری به مثبت یا منفیش نداریم. خب یک دوره کامل که بزنه مدت زمانی که طول میکشه به اندازه تی هست. خب سوال، اگر نصف دور بزنه یعنی برسه اینجا، خب میشه تی دوم. حالا اگر نصف دور رو دوباره نصفش کنیم یعنی ربع دور بشه، خب میشه تی چهارم. خب نگاه کنید هر کدوم از این ربع دایره ها یه دونه تی چهارم هست. من میخوام ببینم اینجا که رسیده زمان چقدر گذشته. خب 1 2 3 تا تی چهارم زمان گذشته. بچه‌ها اینا رو ما باید بلد باشیم، توی امتحان لازم میشه، توی حل مسئله ها لازم میشه. پس تی چهارم، تی دوم، 3 تی چهارم و تی، هر کدوم از این ربع دایره ها یه دونه تی چهارم از نظر زمان هست. خب بریم ببینیم بقیه نکاتش چیه. میخوایم مثال حل کنیم. یه مثال انتخاب کردم از خرداد 403. سوال اینه: یه نمودار به هم داده، نمودار جریان بر حسب زمان. 2 تا عدد روی این نمودار هست، یه دونه 20، یه دونه منفی 4. خب این بر حسب میلی ثانیه هست 20مون و این منفی 4مون هم بر حسب آمپر هست. سوال اینه، گفته معادله جریان را بنویسید.
خب چیکار کنم؟ اول از همه معادله کلی رو می نویسم. معادله کلی آی مساوی با آی ام سینوس 2 پی تیوم تی، اینو باید حفظمون باشه. این خودش نمرش جداگونه است. پس من اینو که می نویسم نمره جداگونه مربوط به این که معمولاً 25 صدم هست رو می گیرم. خب حالا چیکار کنیم؟ باید به جای آی ام و تی بزرگ عدد بگذاریم. فقط همین دوتا، به جای آی ام به جای تی بزرگ. خب نگاه کنید روی شکل، بیشترین مقدار جریان چقدره؟ 4 آمپره. روی شکل به هم داده، گفتیم کاری به منفیش نداریم، فقط عددش 4. خب اما این 20 چیه؟ نگاه کنید، نصف دور که زده شده 20. نصف دور یعنی تی دوم، پس تی دوممون 20. خب نصف زمان تناوب شده 20. خود زمان تناوب چنده؟ 40. اما واحدش چیه؟ میلی ثانیه. حتما باید به استاندارد تبدیل بشه که میشه 4 صدم ثانیه. 40 میلی ثانیه تقسیم بر 1000ش کردم که تبدیل بشه به ثانیه. 4 صدم ثانیه. خب الان من آی ام رو دارم، تی بزرگ هم دارم، جایگذاری میکنم. پس به جای آی ام میگذارم 4 و به جای تی بزرگ میگذارم 4 صدم. پی رو دست نمیزنم، تی کوچیک هم دست نمیزنم، خودش رو نوشتم. کافیه که من این کسر رو ساده ترش کنم. خب 2 تقسیم بر 4 صدم جواب میشه آی مساوی با 4 تا سینوس 50 پی تی، یعنی 2 تقسیم بر 4 صدم میشه 50. این میشه جواب نهاییمون. این معادله جریانمون هست، دیگه ساده تر از این هم نمیشه. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی رو از کنکور 402 انتخاب کردم. سوال به این صورت هست که جریان متناوبی که بیشینه آن 5 آمپر، خب بیشینه یعنی آی ام 5 آمپر و دوره آن 1/50، پس تی بزرگ هم 1/50 ثانیه، از یک رسانای 10 اوهمی میگذرد در لحظه ای که تی کوچیک برابر با 3/4 صدم هست. اومده تی کوچیک رو این دفعه به هم داده. خب من میام اول معادله رو حساب میکنم. ببینید به من گفته جریان در لحظه 3/4 صدم چند آمپره. برای اینکه توی این لحظه بتونم جریان رو حساب کنم نیاز دارم به معادله جریان، یعنی آی مساوی با آی ام سینوس 2 پی تیوم تی. دقیقاً مثل تمرین قبلی، اول باید به جای آی ام و تی بزرگ عدد بگذارم. خب آی ام به هم داده، تی بزرگم به هم داده، پس کارم راحته. به جای آی ام 5 به جای تی بزرگ 1/50، در نتیجه معادلمون میشه آی مساوی با 5 تا سینوس 100 پی تی. خب این معادلمون. حالا چی کار کنیم؟ خیلی راحت. من میخوام ببینم در لحظه 3/4 صدم جریان چنده. به جای تی میگذارم 3/4 صدم و مقدار آی رو حساب میکنم به این صورت که تی 3/4 صدمه، پس آی مساوی میشه با 5 تا سینوس 100 پی به جای تی 3/4 صدم و جواب ساده ترش میکنم. خب 100 پی ضرب در 3/4 صدم میتونم 2 تا صفر با 2 تا صفر ساده کنم و جوابی که به دست میاد اینه، میشه 5 تا سینوس 3 پی چهارم. خب سینوس 3 پی چهارم با سینوس پی چهارم برابر هست. سینوس پی چهارم هم که همون رادیکال 2 دوم هست، پس جواب نهایی که میتونیم براش بنویسیم اینه 5 تا رادیکال 2 دوم که 5 رادیکال 2 دوم میشه گزینه 4 جواب نهایی مسئلمون. مثال بعدی رو از تمرینات داخل فصل کتاب، داخل متن کتاب انتخاب کردم. تمرین 3-6 اومده معادله رو به هم داده، گفته 4 تا در 10 به توان منفی 3 سینوس 250 پی تی جریان در لحظه 2 چقدر است؟ البته 2 میلی ثانیه. خب میلی یعنی باید تقسیم بر 1000ش کنیم، میشه 2000 ثانیه. خب برای اینکه اینو حساب کنم باید به جای تی بگذارم 2000. خب همین کار رو انجام میدم. آی مساوی با به جای 4 در 10 به توان منفی 3 نوشتم 4000 که نوشتنش راحت تر باشه، سینوس 250 پی
2000. به جای تی گذاشتم 2000. خب سادهش میکنم، 250 با 1000 که ساده کنم و اون یه دوهی هم که اونجا داریم، در نهایت چیزی که باقی میمونه این هست، میشه آی مساوی با 4000 سینوس پی دوم. خب حالا سینوس پی دوم چنده؟ 1 هست. 1 ضرب در 4000 جواب میشه 4000. پس قسمت الف جوابمون میشه 4000 آمپر. خب اما برای قسمت دوم به ما گفته دوره تناوب نمودار. 2 تا چیز رو از ما میخواد. قسمت اول دوره تناوب، میام مقایسه میکنم معادله‌ای که بهم داده با معادله اصلی که بهش میگیم معادله کلی. میبینم که به جای آی ام 4 در 10 به توان منفی 3 است. خب پس معلوم میشه که جریان ماکسیموم 4000. خیلی خوب. اما نگاه کنید به جای 2 پیتیوم چی نشسته؟ 250 پی. پس من میتونم بنویسم که 2 پیتیوم میشه 250 پی و از توی این معادله میتونم تی بزرگ رو حساب کنم که چنده. تی بزرگ برابر میشه با 2 پی تقسیم بر 250 پی و وقتی که ساده ترش کنم تی بزرگ میشه 8000 ثانیه. خب دوره تناوب به دست اومد. چی مونده؟ فقط گفته نمودارش هم رسم کنید. بچه ها وقتی میگه نمودار جریان رو رسم کنید، شما یه نمودار سینوسی اول کار رسم کنید. این خودش نمرش جداگونه است. خب 2 تا عدد روی این نمودار ما باید مشخص کنیم. یکی مقدار ماکسیمومشه و یکی زمان تناوب. خب مقدار ماکسیمومش رو ما میدونیم چنده؟ 4000 با مقایسه به دست اومد. بیشترین مقدار جریان 4000 هست. دومین عددی که باید معلوم بشه اینه که یه دوره کامل که میزنه چقدر زمان طول کشیده. خب من اینجا حسابش کردم، یک دوره کاملش 8000. پس تیمون هم 8000. این هم میشه نمودار جریان بر حسب زمان. آخرین نکته ای که توی فصل 3 میخونیم بچه ها در مورد مبدل ها هست. مبدل از اسمش معلومه قرار تبدیل کنه. چی رو تبدیل کنه؟ ولتاژ و جریان رو تبدیل میکنه. مثل آداپتورهایی که ما برای موبایل استفاده میکنیم. شارژر موبایل خودش یه نوع مبدل هست. موقعی که تغییر ولتاژی قرار هست صورت بگیره، در واقع ما داریم از یک مبدل یا ترانسفورماتور استفاده میکنیم که معمولا توی محاوره ما خیلی خلاصش رو میگیم ترانس. خب ببینیم این مبدل ها ویژگی ها و نکته هاشون چی هستن، چجوری کار میکنن. خب نکته اول، ما برای مدارهای الکتریکی جریان مستقیم داریم، جریان متناوب هم داریم، اما کدومش بهتره؟ تجربه نشون داده که جریان متناوب مزیتاش بیشتره. چرا؟ چون به راحتی میتونیم کم و زیادش کنیم به وسیله مبدل ها. پس بچه ها این مبدل ها فقط به درد جریان متناوب میخوره. میتونیم به راحتی ولتاژ رو ببریم بالا، به راحتی ولتاژ رو بیاریمش پایین. پس جریان متناوب مزیتاش بیشتره. به خاطر همینم هست که الان ما توی تولید کننده ها، توی نیروگاه های برق میایم متناوب تولید میکنیم. هم تولیدش راحت تره، هم راحت تر میتونیم ولتاژ رو کم و زیاد کنیم و هم راحت تر منتقلش کنیم. نکته بعدی، میخوایم منتقلش کنیم. خیلی خوب، وقتی میخوایم توی فاصله های دور منتقل کنیم، هرچه جریان کمتر باشه انرژی کمتری به گرما تبدیل میشه. پس ما میایم چی کار میکنیم؟ ولتاژ رو میبریم بالا، در نتیجه جریان میاد پایین. جریان که بیاد پایین توان تلف شده کم میشه. پی مساوی با آر آی 2. با کاهش جریان آر آی 2 هم کم میشه و مقدار گرمایی که توی سیم ها تولید میشه کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که افت انرژیمون کمتر بشه. خب نکته بعدی، علاوه بر این که کاهش جریان باعث میشه اتلاف انرژی کم بشه، یه مزیت دیگه هم داره. مزیت بعدش اینه که چون جریان عبوری کمه، خب ما سیم ها رو نازکتر میسازیم، در نتیجه مقدار مس کمتری مصرف میشه، در نتیجه ارزونتر پامون میفته، از نظر اقتصادی با صرفه تر هست. اینا همشون میشن مزایای جریان
متناوب. برای انتقال خیلی جریان متناوب بهتر هست. خب حالا موقعی که توی کارخونه برق، توی نیروگاه داره برق تولید میشه، میان ولتاژ رو میبرن بالا. حتی ممکنه تا 400,000 ولت هم ولتاژ رو ببرن بالا. ولتاژ رفت بالا، منتقل میشه به شهر. به شهر که رسید، یه پست هایی هست که در واقع مبدل های کاهنده بهشون میگیم. میان 400 کیلوولت رو کم میکنن، میارن داخل شهر. دوباره توی هر شهری، توی هر محله‌ای میبینیم که یه ترانس هایی هست که حدود 20 کیلوولت رو تبدیل میکنه به 220 ولت و 220 ولت وارد خونه ها میشه و ما میتونیم استفاده بکنیم. پس ما موقعی که جریان برق رو، انرژی الکتریکی رو تولید میکنیم تا برسه به در خونه که بتونیم مصرفش کنیم، چندین بار از این مبدل ها استفاده میکنیم و مبدل ها ممکنه افزاینده باشن که ولتاژ رو میبرن بالا یا کاهنده که ولتاژ رو کم میکنن. امیدوارم مفید واقع شده باشه. همه شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون باشه.